چسب تو بزن قسمت خارجی چشم تو، یه تیکه پنبه بردار و بزن تو رنگ نود مورد علاقت و با همون پنبه به صورت ضربه پشت پلکت بزن. خیلی راحت‌تر از اون چیزی که میبینید محو میشه. و برای قسمت داخلی چشمم از سایه شاینم استفاده کردم. توی این میکاپ از هیچ براشی استفاده نشده و از رنگ قهوه‌ای با گوش پاکنم برای قسمت خارجی چشمم برداشتم. این خط چشم محو توی پست قبلی کامل بهتون یاد دادم و با یه موژه و یه ریمل میتونید میکاپ چشمتون رو تموم کنید. چطور شد؟ دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و رازی کن و برو. خب چند تا گوش پاکن و بردار و یه چسبم بزن قسمت خارجی چشمتو. با همون گوش پاکن از رنگ مشکی بردار و با همون گوش پاکن رنگ مشکی و قسمت خارجی چشمم میذارم. فشار دستتون باید خیلی کم باشه که به راحتی کشیده بشه و با قسمت تمیز گوش پاکن یه کوچولو محوش میکنم و حالا از رنگ آجورین برمیدارم برای قسمت بالای رنگ مشکی و خیلی آروم به صورت رفت و برگشت رنگمو میذارم و دوباره با قسمت تمیز گوش پاکن رنگ آجوری هم کاملا محو میکنم و دوباره از رنگ مشکی برای قسمت خارجی استفاده کردم و چسب و بر میدارم و یه خط چشم محو و مجلسی به همین تمیزی داریم. برای زیر چشمم هم دوباره از گوش پاکن و رنگ قهوه‌ای استفاده کردم و یه ریمل میزنم و تمام. دیوونه بازی کن